مثل طبيب خوي ماهر. نعم، يعني مثل طبيب مشهور معروف ابن مسوية. ابن مسوية يعني ابن مسوية إن يعني يقال أن إمام الشافعي رحمه الله تعلم الطب عنده. يعني ابن مسوية رحمه الله إن طبيب خاص زمانی كنده بود يعني هارون رشید با تونی پسروش با يعني امین با مأمون با نام معتصم با نام همش به طبیب خاص بود، يعني طبیب مشهور معروف يعني بود. نعم، يعني همین قدر مثلا چیزایی کرد، لیکن سبحان الله غریبش که يعني اسلام چه نکرده يعني ها. يعني همین به يعني وقتی که یک نصرانی یکی از يعني قسیس ها، قسیس يعني راهب يعني قسیس يعني پاپ میگن امروز که میگن، همین وقتی که پیشوا میبیارن مجرد میبیند و میگوید که تو باید که از چی، از تمام چیزی که يعني چیوای براوغان پخته شدگی اصلا باید که دست کشی ها. يعني همین بچه میگفتن الحمیت رأس كل الحمیت نعم رأس كل شفاء والبطنة رأس كل داء. يعني حمیه خودداری، پرهیزکاران، هر چیز نخورن علمی شفا. اما البطنه چیزی یافتگی تا خوره دویم شکمت سری کاره گشتن علمین هم به کسلی. هم به میگوید که از این چیزی بای قصیص میگوید که یعنی چی میگوید، یعنی میگوید که من از این چیز صبر کار نمیتونم. گفت میگوید که گوش که میگوید اگر میگوید یعنی از بعد از عیسی اومدگی قصیصا تا امروزش جمع شده همش حقیقت به دعا کند که تو شفا نمییابی، تو گفتی من نکنی ها. یعنی مثلا چی میشد، یعنی با نام یعنی با خودش نصرانی لیکن بسیار ردودش نصارا ها یعنی بطلان عقیده‌اشون، بطلان چیزاشون بیان میکنن چقدر یعنی از اسلام دفاع کردگی. همین میگوید که یعنی حدیث رسول صلی الله علیه و سلم یعنی نام یعنی ما ملأ آدمی وعاء شر من بطنه. های که حدیث بدترین یعنی ظرفی که انسان پر میکند و چی وای اشکمش. هم به میگوید که اگر میگوید ابن مسعود میگوید که اگر همین حدیث به آدمو عمل کنند، همین حدیث به آدمو اگر عمل کنند میگوید یعنی خلاص میگوید یعنی هیچ خیل یعنی این سیادیله بیمارستانات به حاجت نمیموند یعنی ها. یعنی حدیث های رسول صلی الله علیه و سلم دفاع میکنه، لیکن توفیق بید الله یعنی اسلام قبول نکرد تو آخرشه.